و شما دوستان عزیز اومدیم با کتاب تاریخ و از اول برای شما ورود کنیم با کتاب از کوروش تا پهلوی. خب دوستان عزیز، همینطور که میدونید این کتاب از که به اسم از کوروش تا پهلوی نوشته فردی تالبرگ از دانشگاه شیراز پهلوی که الان اسمش عوض شده باهاتون مرور کنیم. خب همینطوری که شما بهتر میدونید مدارکی قابل فهم و اسنادی که هست در مورد تاریخ آریایی هستن که بریم با هم مرور. خب دوستان عزیز بریم که شروع. همینطوری که توضیحات این کتاب دارم از کوروش تا پهلوی است که نقشی از تاریخ شاهنشاهی ایران رو براتون توضیح میکنم. خب این کتاب این توضیحات در موردتون بدم. این به مناسبت روز فرخنده تاجگذاری حضرت همایون رضا شاه پهلوی یا همون آریان مهر از دانشگاه پهلوی شیراز با همکاری شرکت های عامل نفت ایران انتشار یافت در آبان ماه 1346. خب بخش مهمی است که میان سنگ‌های نوشته که بعد بسیار و دیوارهای تخت جمشید یعنی تختگاه شاهنشاهان ایران در 2500 سال پیش از این بر جای مانده جمله‌ای هست که نماینده روح ایران است. این دعای داریوش بزرگ است که فارسی ترجمه اون به فارسی امروزی اینه. واقعا مهمه اگه شما می‌خواید در ادبیات و دانشگاهی مخصوص بخونید این کشور حتما در امتحان خواهد اومد. می‌فرمایید که خدایا این کشور من رو از چنگ دشمن خوش‌طبع و دروغ حفظ نگه دار. خب فهرست اول که ما میخوایم در قسمت اول براتون مرور کنیم از صفحه 9 تا صفحه 10 هستش. خب موضوع ما چیه؟ موضوع ما آریایی هاست که همینطور در دیدی سپیددم تاریخ آریایی ها در حدود 4000 سال پیش چندین قوم و قبیله های از جلگه‌های شمال دریای سیاه که میشه اون طرف های در نزدیک های ترکیه و دریای خزر به سرزمینی که بعدها ایران خوانده شد سرازیر شد. این اقوام آریایی بودن و نیاکان امروز ما هستند. خب در اولش بگم که آریایی ها به 3 گروه پارت، ماد و پارس تقسیم شده بودند. خب الان در امروز دیگه فهمیدید در ویران‌های شهری آثارهای خیلی بسیاری در زیر خاک به جای مانده و اثر کاوش‌های باستانشناسی یافت شده که ما بعضی از تصویرها براتون توضیح میدیم. خب یکی از مهمترین سیاست‌های آریایی‌ها زرتشت بوده. آریایی‌ها نخست مثل همین قدیم به خدایان متعدی معتقد بودن، اما در حدود 3000 سال پیش که امروزه حدود قشنگ تقسیم شده 3200 سال پیش دقیق‌تر براتون بگم یک پیامبری ظهور کرد به اسم زرتشت که نام اون در قرآن اومده و اینها تازه‌ای برای قوم ایران اومد. در دین زرتشت اهورامزدا خدای بزرگ و توانا و آفریننده همه جهان و جهانیان است. اصولش بخوام بهتون بگم پندار نیک و گفتار نیک. خب این که همینطور میشه خلاصه قرآن اینه یا هم میشه گفت این خلاصه قرآن این جمله. خب ما تا نخستین طایفه آریایی ها بودن که در نواحی شمال باختری ایران جایگزین شده که میشه طرفای آذربایجان غربی و جلگه‌های شمال که میشه تهران امروزی و یکم پایین‌تر. خب یکی از تسخیر سیاسی امروز ایران که ما هستیم حمله آشورها به سرزمین ماد و کشور تسخیر کردن این کشور که بعد از چند سال این به خوبی به جای موند. خب کشور ما پس از پیروزی معتا بر حاشیه صلح و روغن نظم مخصوصا نظم در کشور ما توسعه گرفت و خوشتر که به ترجمه درست میگه خوشتر پادشاه نیرومند ما حدود کشور رو گسترش داد و سرزمین فارس و قسمتی از ایالات شمالی و قسمت‌هایی از شمال کشور کنونی عراق که شامل استان‌ها و ایالت‌های بالایی سمت جنوب غربی کشور عراق میشه گرفت. خب ولی یکی خیلی ها تاریخ دارن بسیار این اختلاف دارن داستان تولد کوروشه. خب در یکی از روزها اول که پادشاه ماد دختری به نام ماندانا داشت که خیلی هم معروفه. شبی توی شب تو خواب میبینه که دخترش درخت ناک و بطوری از شکمش رویده که سراسر آسیا رو گرفته.
خب این خواب خب طبق معمول خیلی هم شاید این کار میکنن و اون سری خب اه، کائنات خب اینو خیلی اعتقاد داشتن، خرافات اینجور چیزا احسال میکنه و تعبیر این خواب این چنین بوده که ماندانا فرزندی خواهد زایید که پادشاه بزرگی خواهد داشت و او را سرنگون میکند، دنیا را زیر فرمان خودش در میاره و میخواد بسیار ترسیده میشه پادشاه و دختر خودش رو به کمبوجیه که پادشاه انسان در مغرب فارس داد که مقر حکومتش از حکمتان دور بود. هنگامی که اون حامل شد بچهش رو به یکی از جنگلبانا میدادن و اونم که از غذا همون روز بچهش از دست داده بود. خب حالا میگن ما جنازه بچهش تحویل اون میدن، حالا میگن که فلان روز دفنش کردیم و بچه رو واسه خودشون برمیدارن. خب کوروش بزرگ و حالا جنگجو، حالا این راستی ترشم بهتون میگم، این از کتیبه ها، حالا داستانهای محلی و حالا در حدود 130 سال تحقیق به اینجا رسیده از زمان احمد شاه بر روی این تا سال 1147 بر روی این موضوع خیلی تحقیق شده. حالا اینجوری نقشه، حالا امروز شاید عوض شده باشه. این پسرش بزرگ میشه، حالا جنگجو اینا میشه. خب چندی نمیگذره که کوروش از پرداخت خراج به دولت خودداری کرد. خب لذا میخوره با اولش بزرگی برای تنبیه سرکش فرستاد کوروش ارتش ما رو شکست داد. خب حالا این میشه پدر بزرگش، همین که یعنی در واقع کوروش پدر بزرگش رو شکست داد و سپس به حکمتانه وارد شد و پدر بزرگ خود را از زیر تخت به آورد و آن را تبعید کرد. حالا معلوم نیست، خیلی بحث این بحث معلوم نیست اون کجا تبعید کردن. خب میرسیم به کسی که تاریخ ایران رو عوض کرد، کوروش بزرگ. خب همینطوری که خیلیاتون مثلا میدونید که کوروش کیه، شاهنشاه ایران و سلسله هخامنشیان. خب تشکیلات کشوری واقعا در این زمان عالی بوده، نظم، حالا اینا خب بالاخره اون شد کرده و بهتر از همین که یعنی هیچ کسی نبود به هر کی برای آیین و باوری داشت احترام میذاشت. حتی خودش که میفرمایه من خدای هر کسی و مانعش نمیشم. چرا؟ چون خدای هر کس خوب اون آدمو میخواد. خب حالا از چیزهای جنگی بهتون بگم. خب سپاه ایران از موقع از تکنیک ها که به کار میگرفت که تا به امروز هیچ اون کار انجام نکرد. واقعا در تاریخ ایران 2 نفر بزرگ در جنگ یاد شده، یکی کوروشه و یکی هم نادرشاه افشاره که جلوتر و در قسمت های دیگه ما با این سرکار خواهیم داشت. خب از یکی از فرزنداشون بگم که اون موقع واقعا بغلش کسی نمیرسید و این برای اولین بار خب مدارکش هم به چون مونده. واحدهای شطور به کار میرفت که به هر روی شطور 2 نفر عرب از جهت‌های مختلف تیراندازی میکردند. خب پادشاهان بابل و لویدی و مصر که میخواستن پیشرفت سری شاهنشاهی جوان ایران را متوقف سازند و ضد کوروش با یکدیگر متحد شدند، لیکن سپاه ایران به سرپرستی کوروش بر آنها پیروز شد. خب یعنی واقعا یه جوری که این پدر بزرگ شکست داد، یعنی تا امروز که کشورهای همسایه اصلا نمیدونستن که چی شده، چجوری به کار اومده. خب و در قسمت‌های بعدی همراه ما باشید. خب همینطوری که بهتون گفتم ما این قسمت‌ها رو مرور کردیم و امیدوارم که از ویدیوهای ما خوشتون اومده باشه. برای هماهنگی ما رو در یوتیوب دنبال کنید، ما رو سابسکرایب کنید و لایک کامنت ها رو میخونم، حتما زیر بنویسید و خدا نگهدار.